سلام بر شما و خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو من تصمیم گرفتم برای اولین بار مود خودمو بسازم، یه مود کاملا حرفه‌ای. هرچند نمیخواد به این بخش آخرش خیلی توجه کنید، ولی بدون حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. اول از همه من برای اینکه بتونم مود خودم رو داخل موبایل بسازم نیاز به یه برنامه‌ای به اسم ادان میکر دارم که بتونم با این برنامه هر مودی که میخوام بسازم. و اینم شد نتیجهش که کریپر میبینین شبیه چیه. فقط نمیدونم چرا قیافه شبیه امین فریمنه یکم. خب حالا دیگه وقتش بریم سراغ بقیه مابا. و آره بالاخره کامل شد، اما فکر کنم دیگه لازم نیست بیشتر از این راجبش صحبت کنیم. اینم از طراحی پیلیجره که به نظر خودم قشنگ در اومد. حالا دیگه بریم سراغ طراحی بقیه ما. بعد پیلیجر با خودم گفتم که بهتر برم سراغ زنبور و اون رو یه طوری طراحی کنم که انگار یه خاری وارد یکی از اندام بدن که نام نمیبرم شده و داره گریه میکنه. برای ویچ تصمیم گرفتم از یه ایده جدید استفاده کنم که به نظر خودم خیلی جالب در اومد و جلوتر میتونید ببینید که چجوری شده.